مگه خدا گشنه را سیر نکنه واقعا که هم یکی دا که در خارج ما شکمش پر شد سری رسم و رواج وطن خنده منه. اینا خودش تا که در وطن بود خداتیق در مجید میمد یکان پتری خشک نزدیک میمد یکش در یک سر مجید میشید دیگهش در دیگه سر مجید میگفت تو تقسیمی از مر اضافه بگر ما از تو اضافه میگرم. نوبت که میمد میگفت تقسیمی آتیم بیدی آتیم در خانه نوبت آتیش هم که میمد میگفت تقسیمی بچه امرم بیدی بچه ام در خانه. همین نان خوش که میگرفت تا بغل خم کرد از دلخوشی قرقید که تا خانه فقط خروری بند دیدم مرا. با صبح شب سایل میکرد که تا کجا یگان خیرات میراده اما تو بوی کشیده مرا دم پیش دروازه هم گردون خم میگرفت که ما کوی که نباید باز اینش که نام خورده مرا. اما نفرای آوگیرا که میمد یکی میگفت مال یک گلاس آب بیدی باز میگفت بیش قدر گوسله میبرده چشمه آب بخورده جوی آب خورده بیا. اما گلاس هم نمیداد باز اینا در خارج خنده منم گفت او سعی کو در خیرات اونجا فهمیدی